سلام بینندگان عزیز و دوستداران آشپزی، خوش آمدید به برنامه ما. قسمی که میبینید هوا بسیار زیاد سرد است و برف باریده، در حالی که در بسیاری کشورهای دیگه فصل بهار است و فصل گل و بلبل و سبز است. اما در کانادا و خصوصا در کلگری هوا سرد است و هنوز زمستان جریان داره. امیدوارم که هوا به زودی گرم شود تا ما بتونیم بیرون از خانه بریم و برنامه خود را ثبت کنیم. با آن هم ببینید چقدر یک فضای دلانگیز است. بینندگان عزیز، من در جریان فیلم برداری یک خرگوشی بسیار زیبا را پیدا کردم. چه نظر دارید که ایرا گرفته ببرم و پخته کنم امشب؟ شوخی کردم. من هرگز این کار را نمی کنم، به خاطر که خرگوش حیوان مورد علاقه است و فقط فیلمش گرفتم تا با شما شریک کنم. فعلا میریم طرف آشپزی، با ما باشید. در این برنامه من تصمیم دارم که کوفته پخته کنم. در ابتدا گوشت چرخ شده را که از بازار خریدم از پلاستیکش بیرون میکشم و حالا هم پیاز به صورت کلان توته میکنم، داخل ماشین میندازم تا که ماشین شوه و بعد سر گوشت کوفته اضافه میکنم. و حالا هم پیازی که کلان توته کردم داخل از این ماشین میندازم تا نرم شوه. خب پیاز کوفته چقدر که بیشتر باشه به ما اندازه خوشمزه میآید، به می خاطر من پیاز بیشتر ماشین میکنم و سر کوفته اضافه میکنم. خب دوستان عزیز، حالا سیر و زنجفیل که به صورت آماده شده از بازار خریدم، داخل از این مرتبان از سر گوشت کوفته اضافه میکنم و همچنان سیر تازه و گشنیز هم ماشین میکنم و سر مواد خود اضافه میکنم به خاطر از اینکه مزهش بهتر و خوبتر شود. بینندگان عزیز، سیر و گشنیزی که چرخ شده او را هم بالای مواد خود اضافه میکنیم. یک تا تخم مرغ را هم میشکنیم و سر مواد خود اضافه میکنیم. همچنان نمک، تخم گشنیز، مرچ سرخ، مرچ سیاه و مصالح مخصوص کوفته را سر از این مواد اضافه میکنیم و خوب مواد هم مخلوط میکنیم تا حالت چسبناک به خود بگیره. و حالا هم زیر دیگ روشن میکنم و داخل از این دیگ روغن میندازم و پیازی که پیش از پیش به مقدار زیاد چرخ کرده بودم نیمشه گرفتم و فعلا در اینجا اضافه میکنم. همچنان با اینجان برای لعاب از این دیگ میمانم که ماشین شوه. این بادنجان رو میره هم اضافه میکنم در دیگ خود. خب بینندگان عزیز، در این قسمت سرآشپز ما از پاک کردن برف خلاص شده و آمده دیگه شور میده. چنان به خاطر از اینکه دیگ ما خوش رنگ بیایه از این رو اضافه میکنم یک قاشق. بعد از اضافه کردن روب رنگ دیگ کمی بهتر شده و حالا ادویه های دیگر اضافه میکنیم مثل زردچوبه، تندوری مسالا و همچنان مرچ سیاه، مصالح مخصوص کوفته، مرچ سرخ و نمک را بالای مواد خود اضافه میکنیم، البته در لعاب کوفته.
سیر و زنجفیل که به صورت آماده داخل از این مرتبان است هم بالای لعاب کوفته خود اضافه میکنیم تا خوش طعم شود. همچنان آبجوش سر لعاب خود میندازیم تا که امی کوفته ها را داخل دیگ بچینیم و با این آب جوش بخوره و پخته شود. بینندگان نهایت گرامی، زمان از این رسیده که کوفته را داخل لعابی که سرش آب جوش انداختیم داخل از این دیگ بگذاریم و بانیم که پخته شود. من خودم در حدود 35 دقیقه میمانم، هم گوشت خوب پخته میشه و هم همی آبش تبخیر میشه. های میدان و تی میدان، در نهایت کوفته ما پخته شد و در بشقاب میکشیم. دوستان عزیز، تشکر که وقت گذاشتید و برنامه ما را تماشا کردید. اگر خوشتان آمده لایک کنید و همچنین کانال ما را سابسکرایب کنید. دوستای عزیز، اگر کدام پیشنهاد انتقاد دارید در کامنت نوشته کنید، من حتما میخوانم. بقیه وقتتان خوش و زمان افطار فرا رسیده، من هم میرم افطار میکنم.